بینندگان محترم، سلام عرض میکنم خدمتتون. این جلسه میخوام در رابطه با یه موضوع جدید صحبت بکنم. تا به امروز بیشتر مطالبی که عرض کردیم خانم ها فکر میکنم خیلی بیننده های پرپا قرص‌تری بودن برای زیبایی. در رابطه با آقایون میخوام امروز صحبت بکنم. زیبایی در آقایون عملاً معنای دیگه ای داره و درمانهای بسیار متفاوتی داره. ما درمانهایی رو که برای خانم ها داریم گاهن برای آقایون یا نمیتونیم اصلا این درمانها رو داشته باشیم یا اصلا جوابگو نیست چهرهشون، به خاطر اینکه صورت آقایون عضله داره، پوستهاشون بسیار ضخیم‌تر هست و عملا زیبایی در آقایون بیشتر برای فیچر خاصشون دیده میشه که کاملا توقعاتشون با خانم‌ها فرق میکنه. گاهن بوتاکس رو میتونیم براشون پیشنهاد بکنیم که چروک‌ها رو باز بکنه. درمانهایی رو داریم با لیزر که اینو فکر میکنم خیلی از آقایون متقاضیش هستن، چون پوستشون بر اثر نور آفتاب یا عضلات که بسیار انقباض زیادی دارن دچار خطوطی میشه در قسمت پیشونی و اطراف چشم ها که اینها با لیزر که ما درمانهای ویژه‌ای رو داریم برای از بین بردن خطوط سطحی و عمیق پوست و بسیار خوب جواب میدن و اصولا چون این نوع درمانها لانگ لایفه، یعنی زمان کوتاهی وجود نداره، مثلا مثل بوتاکس نیستش که 3 الی 4 ماه فقط دوام داشته باشه و میتونین روی این درمانها حداقل برای 10-15 سال شما همون چهره‌ای که براتون ایجاد شده رو داشته باشید. اصولا بعد از این نوع لیزر میشه گفت که تمام چروک از بین میره، لایه‌های عمیق پوست شروع میکنن به بازسازی کردن و یک پوست بسیار جوان و شاداب بدون چروک و بدون لک ایجاد میشه. در عین حال که پوست سفت هم میشه و بازسازی میشه و جالبتر اینه که این نوع درمان ها در ضمن 1-2 سال آینده هر روز بهتر و بهتر و بهتر میشه و وقتی که ما به اون حد ماکسیموم توقعمون از این درمان میرسیم نتیجه رو میبینیم حداقل برای 10 سال به همون خوبی پوست سفت و جوون و شاداب میمونه. اصولا بعد از این درمان ها اولین چیزی که به مریض گفته میشه، دوستانش وقتی میبیننش بهش میگن که پوست چقدر سلامت شده. عملا ما همین کار رو میکنیم، ما مشکلات پوست رو میگیریم، پوستی رو که آسیب دیده این آسیب ها رو برمیداریم، لایه هایی که بر اثر نور آفتاب، بر اثر سن گرفتن، بر اثر صدماتی که ناشی از زندگی، سیگار، الکل، نمیدونم به هر حال مسائلی که پوست رو صدمه میزنن، ما اینها رو از روی پوست عملا برمیداریم و باعث میشه که لایه های عمیق پوست، لایه های زاینده پوست دوباره شروع میکنن به بازسازی کردن و یه پوست جدید و شاداب و بدون مشکل رو ایجاد میکنن که میتونید روی این درمان برای سالها شما سلامتی و شادابی پوستتون رو هر روز بهتر و بهتر تجربه کنید. چرا؟ چون تمام ارگانل های داخل پوست فعال میشن، متابولیسم بهتری پیدا میکنه، کلاژن شروع میکنه به ساخته شدن، کلاژنی که بر اثر مسائلی که گفته شد اینا شکسته شده و پوست چروک شده و پیر شده و در کنارش رنگدانه های پوست رگولیت میشن، فعال میشن، ترشحات داخل پوست، لمفاتیک، عروق خونی، تمام اینها بازسازی میشن و هر روز ما چهره بهتر، شادابتر و بهتری رو بعد از درمان تا 2 سال آینده میبینیم که بیماران تجربه میکنن. این درمانیه که برای چروک ها عرض کردیم خدمتون و همچنین میتونیم همین درمان رو برای افتادگی پوست هم استفاده کنیم. یعنی اصولا همیشه بعد از سن 30-40 چربی ها از قسمت بالای صورت بر اثر جاذبه زمین سنگین هستن و به سمت پایین صورت میان و در قسمت پایینی صورت جمع میشن. در آقایون بیشتر قسمت پایین صورت دیده میشه که قبقب پیدا میکنن یا افتادگی به صورت چربی هایی که در ناحیه پایین صورت جمع میشن.
بدون عمل جراحی و فقط با توجه به این دستگاه‌های جدیدی که وجود داره ما میتونیم این چربی رو داخل پوست با یه دستگاهی که ماساژ میده روی پوست این چربی ها رو آبش بکنیم و بعد از اینکه چربی آب شد به همون ترتیبی که عرض کردم ما میتونیم پوست رو سفت بکنیم. یعنی عملاً پایین صورت وقتی که چربی زیادی داره و یه مقداری حجم بیشتری داره سنتون رو بالاتر نشون میده و وقتی که این ناحیه جمع میشه چربیاش از بین میره و پوستش سفت میشه میتونه خیلی در زیبایی چهره و گیرایی چهره تاثیر بذاره و سن رو خیلی پایین تر بیاره. یکی دیگه از مسائلی که آقایون باز خیلی درگیرش هستن ریزش موهای سرشون هست که این به صورت ژنتیکی درشون وجود داره و دیده میشه که از سن 20-30 بستگی به اینکه ژن چقدر غالب باشه ریزش موها شروع میشن. عملاً در ریشه موها در قسمت جلو و میانه سر گیرنده های ویژه‌ای برای هورمون مردانه وجود داره که هورمون مردانه میره و با این گیرنده بایند میشه، ترکیب میشه و باعث میشه که فولیکول مو آهسته خونگیریش مشکل پیدا میکنه، متابولیسمش کم میشه و نازک میشه و میریزه. به همین ترتیب آهسته آهسته بسیاری از موها میریزن و پوست سر نازک میشه. در نتیجه میبینین که کچلی آقایون که از قسمت جلو شروع میشه و به سمت عقب هم پیشرفت میکنه آهسته آهسته شروع میشه تا کل سر رو درگیر میکنه. این نوع گیرنده ها در موهای پشت سر آقایون وجود نداره. کمان که میبینین کسانی هم که موهاشون میریزه در پشت سر موها همچنان باقی میمونن. به دلیل این هست که فولیکول مو در پشت سر این گیرنده رو نداره. ضمناً ما میتونیم از هر ترانسپلنت استفاده کنیم، یعنی که ما میتونیم موهای پشت سر رو به صورت یه وج برداریم و این موها رو در قسمتی که موهای سر ریخته شده بکاریم که این نوع موها دیگه نمیریزن. چرا؟ چون اون رسپتور رو ندارن، اون گیرنده رو برای هورمون ندارن. در نتیجه لانگ لایف این موها روی سر باقی میمونن و میتونیم خیلی از مناطقی که دچار ریزش مو شده به این ترتیب کاور کنیم و بپوشونیمش. یک درمان دیگه هم وجود داره برای کسانی که تازه شروع شده ریزش موهای سرشون، یعنی مثلا میبینیم قسمت‌هایی از جلوی سر خالی شد. ما درمان ترکیبی داریم از دارو و لیزر با هم دیگه. اینها باعث میشن که پوست سری که داره نازک میشه و موهای سری که داره میریزه اینها شروع میکنن به بازسازی کردن. دیده میشه که در ضمن چند جلسه موهای بسیار ریز کرکی روی سر شروع میکنن به در اومدن و اینها آهسته آهسته ضخیم میشن. موهایی که داشتن میریختن ریزششون قطع میشه. موهایی که نازک شدن آهسته شروع میکنن به قوی شدن و ضخیم شدن و رشد کردن و آروم آروم تمام مناطقی که دچار کچلی شده اینها دوباره موهاشون در میاد. در کسانی که بسیار وسیع موهای سرشون سالیان سال ریخته این درمان جوابگو نیست و باید حتما هر ترانسپلنت پیوند مو انجام بشه. ولی برای کسانی که مثلا 5-6 ساله 7-8 ساله شروع شده قسمت‌های جلو داره خالی میشه و مثلا در این قسمت‌ها کچلی دیده میشه یا وسط سر، ما میتونیم درمان ترکیبی لیزر بدون جراحی رو پیشنهاد بکنیم که خیلی خوب جواب میده و میتونن به یه پوست سر نرمال و موهای نرمال دسترسی پیدا بکنن. اما همونجور که عرض کردم خدمتون تمام این ریزش موی سر در آقایون ژنتیکیه و باید همیشه یه پیگیری داشته باشن که جلوی ریزش بیشتر موها گرفته بشه. آقایون اغلب فکر میکنن که اگر موها رو شیو بکنن، اگر که کوتاه کنن، بتراشن، اینا باعث میشه که ریزش موی سرشون قطع بشه. در صورتی که اینطور نیست. واقعا اگر که تیغ زدن باعث میشه که موی سر ریزشش کم بشه یا موها زیاد بشه، ما به تمام بیماران توصیه میکردیم که حتما همتون شیو بکنید. بنابراین تصور نکنید که با شیو کردن میتونید موها رو تقویت کنید. تنها چیزی که مسئله که وقتی تیغ میزنن موها یه مقداری سطح ضخیم‌تری دیده میشه و فکر میکنن موها کلفتر شده و این فقط در واقع یه خطای دیده هستش.
در نتیجه کوتاه کردن مو، بلند کردن، اینا هیچ کدوم در ریزش موی سر چه در خانم‌ها چه در آقایون هیچ تأثیری نمیذاره. و مسئله دوم شامپوهاست. اغلب پولهای آنچنانی میدن برای شامپوهایی که فکر میکنن درمانیه. عملا شامپو در حد 1 دقیقه 2 دقیقه بیشتر روی سر نیست و نمیتونه به صورت درمان برای ریزش موی سر هیچ تأثیری داشته باشه. بنابراین بودجه بیخود خرج شامپوها نکنید. اما اگر شامپوی نادرستی بزنید که این شامپو در واقع قلیای خیلی بالایی داشته باشه و پوست سرتون رو صدمه بزنه، این میتونه باعث ریزش موی سر بشه. ما اغلب با آقایونی که دچار ریزش موی سر میشن و یا در حال درمان هستن شامپو بچه رو توصیه میکنیم، چون وقتی که موهای کرکی در میاد اونها میتونه بر اثر شامپوهایی که قوی هستن، قلیای بالایی دارن، زیاد استاندارد نیستن که تو ایران هم فراوونن، اینها میتونه صدمه بزنه. حتی اون شامپوهایی که شما به عنوان شامپوهای درمانی پولهای آنچنانی بهش میدید میتونه حتی صدمه زننده بیشتری باشه. شما یه شامپو بچه ساده، همین جانسون، بیبی جانسون یا همون فیروز رو بگیرید و استفاده بکنید. این بسیار میتونه ملایم‌تر باشه و خیلی کمک کننده تر باشه در کنار درمان‌هایی که حالا میتونید داشته باشید. بنابر اون توضیحاتی که دادم خدمتتون که اینها میتونن داروها باشن، میتونید با یه متخصص پوست مشورت بکنید. داروهایی هستن که کمک کننده باشن، ولی اگر بتونید دسترسی داشته باشید به این درمان‌های ترکیبی که کمک کننده هستن که خیلی کمک کننده هست برای رسیدن به نتایج خیلی سریع‌تر. بینندگان محترم، مسئله دیگه‌ای که باید خدمتتون عرض کنم در رابطه با رنگ‌هایی هست که برای مو استفاده میشه. رنگ‌هایی که داخلشون اکسیدان استفاده میشه، مواد سنتتیک هستن. اینها میتونه بسیار صدمه زننده باشه برای ریشه و ساقه مو و حتی باعث بشه که اگر موهای کرکی دارن در میان اینها رو کلاً از بین ببره. سعی کنید، ما که در ایران بسیار رنگ‌های گیاهی فراوونی هم داریم، نمیدونم شاید واقعاً بتونین دسترسی داشته باشین به رنگ‌هایی که حداقل مواد دکلوره و اکسیدان داخلش نداشته باشه، آمونیوم نداشته باشه و ترکیبات طبیعی تری درش به کار رفته باشه. چون اغلب خصوصا در خانم ها دوست دارن از رنگ های سنتتیک استفاده کنن، چون خیلی براق‌تر میکنه و رنگ های ویژه‌ای رو که دنبالش هستن میتونه ایجاد کنه. اما فراموش نکنید که اینها میتونه واقعا صدمات جبران ناپذیر رو برای موهاتون ایجاد بکنه و آسیب هایی بزنه که ساقه مو و ریشه مو رو بسیار خراب بکنه و نشه اینها رو دوباره ترمیم کرد. و هر چقدر بتونید از مواد طبیعی تر و روغن هایی که تقویت کننده مو هستن استفاده بکنید، چون روغن هم محافظت کننده هست و هم مغذی موه. فراموش نکنید حتما هفته یک بار مثل روغن بادام شیرین یا روغن زیتون اینها رو استفاده کنید برای کف سر و کل ساقه مو. بسیار کمک کننده است برای اینکه ترمیم بکنه صدماتی رو که به پوست وارد شده. خوشحال میشیم اگر نظراتتون رو برای ما ایمیل کنید. ما حتما جواب ایمیلاتون رو میدیم. اطلاعات بیشتر اگر میخواید در رابطه با ما داشته باشید میتونید به فیسبوک فرح کلینیک مراجعه بکنید. براتون روزها و شبهای خوشی رو آرزو میکنم و به امید دیدن شما در برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار. My name is Daniel. I'm from the UK and I live in Dubai. I came to Dr. Farha for the mesotherapy hair regrowth package that she offers. She did a consultation with me. We looked through some treatment options and I'm having the laser and the mesotherapy hair regrowth, which is absolutely fantastic, doesn't hurt at all. I saw very quick results within a couple of sessions and I'm very, very happy with the results. I'd recommend it to anyone to try. And yeah, I come back, it doesn't hurt, it's fine, really easy, quick and very good results. Thank you.